سلام و درود و بدرود خدمت همه شما بینندگان جان که مهربانی نگاهتون رو به برنامه ما گره زدید و ما رو در شب نشینی صحن چشماتون مهمون کردید. نبض برنامه در کوچه باغ ولایت با ضرباهنگ احساسات شماست که قرین قربت قیام غرق‌الهلال هاست. در تمامی برنامه‌های معارفی در تمام دنیا قسمتی از برنامه رو به خوانش پیامک‌ها اختصاص میدن، اما آمدانه یا ناآمدانه همه پیامک‌ها رو قرائت نمی‌کنن. اما ما در کوچه ولایت تصمیم گرفتیم که به عنوان یک نوآوری به صورت درهم تمامی پیامک‌ها رو بخونیم تا همین وجه تمایزی بشه بین برنامه‌های ولایی و برنامه‌های قرایی. در پیامک اول بیننده اینطور نوشتند: با سلام به دستاندرکاران برنامه کوچه باغ ولایت، مردشور مقام عظما و این برنامه آشغالتون رو ببرن، نکبت ها. بله، با سپاس از صراحت این بیننده محترم. ابهامی که برامون پیش اومد اینه که مردشورها معمولا آشغال نمیبرن، مگر اینکه شما در راستای اقتصاد مقاومتی به موضوع دو شغله بودن اشاره کرده باشید. در هر دو صورت بنده از طرف دوستانمون در اتاق فرمان هم اشاره میکنن که از طرف تمامی نکبت های این برنامه از شما تشکر میکنم. بدون هیچ توضیحی میرم سراغ پیامک دوم که دوست عزیزی ما رو رهین منت خودشون کردن و نوشتن این برنامه‌تون به درد عمه ولایت میخوره. آخه کوچه باغ ولایت هم شد اسم. اولا از بابت عنایت خاصه این بیننده به عمه مکرمه حضرت آقا تشکر میکنیم. اینطور که به نظر میرسه عمه عظما مسئول بازیافت در بیت ولایت هستن، چون هرچی که به درد نمیخوره تو چشمای عظما ظلم میزنن، میگن به درد عمت میخوره. بله، در مورد اسم برنامه هم که شما گفتید هیچ محدودیتی نیست. به گزینه‌های دیگه مثل اتوبان ولایت، میدون ولایت، آرایشگاه ولایت و بنبست ولایت هم فکر میکنید. با توجه به وقت برنامه آخرین پیامک رو به صورت خیلی تصادفی براتون میخونم که نوشتن این ولی فقیه بیشور لوبلوبلی الاغ اخ با این برنامه‌های عوضی ایکبیری و اون مجتبای بیشعورش که قیافش مثل آرنج بزغاله میمونه و منظومه ای از فحش‌های آبدار و هیجان انگیز که بنده به دلیل ضیق وقت از خوندن اونها صرف نظر میکنم. ترکیب فحش‌ها بسیار عالی، نو و جدید بود. لوبلوبلی الاغ اخ خیلی به دلم نشست، 2016 بود. فقط ضعف این ترکیب تکرار فحش بیشعور بود که میتونستی در تکرارش از کلمات فاخر دیگه مثل بیشرف، بیوجدان، احمق یا شلمان استفاده کنید. خب دوستان، تا برنامه بعد و دیداری مجدد. چیز جدید هست؟ بله، پیامک‌های جدیدی رسیدن که من اگه من حقیقت خودم بچه قازغون و دولم، اونجا ما خودمون تولیدی فحش داشتیم، اما تا حالا من یه همچین فحش‌هایی در این ابعاد نشنیده بودم. خیلی عمیقه، خیلی مو بر اندام آدم راست میشه. دوستان، تا برنامه بعد که من این پیامک‌ها رو دسته‌بندی کنم و اولویت بندی کنم و بیارم خدمتتون، درود و بدرود. درود و بدرود. آقا این برای جلسه بعد یه بوقی چیزی شیپور بیارین، چون این حقیقت درود. من چیه؟